سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال من. اومدم تو این ویدیو واسهتون یه گوشی از شیائمی رو واسهتون معرفی کنم. گوشی شیائمی نوت 11 پرو پلاس با طراحی خیلی خفن، مثل آیفون 13 تخته، فقط یکم دوربیناش فرق میکنه، یعنی انگار آیفون 13. خیلی قشنگه، با چیپست دایمنسیتی 920 و صفحه نمایش 67 اینچیه که امولده. ولی نکته جالبتر اینه که از 120 هرتزی پشتیبانی میکنه و HDR10 پلاس هم داره. باتریش 4500 میلی آمپره با شارژر 120 واتیه که فست شارژ 120 واتیه. خیلی خفنه. اونجور که شیائمی گفته تو 17 دقیقه کامل شارژ میشه. بزنیم بریم سراغ پابجی، ببینیم عمل کردش تو پابجی چطوریه. همین طراحی تختش خیلی قشنگه. این هم تنظیمات FPSش با حالات اسموت، همون 60 FPS میره اکستریم، بعد اسموت مثلا HD بالانس و HDR 40 FPS میره که تقریبا خوبه. این رنج قیمت که این گوشی 120 واتیه خیلی عالیه. مثلا الان میتونه با پرچمدارها مقایسه بشه. چرا؟ مثلا الان خیلی از پرچمدارها، مثلا پرچمدارهایش مثلا بگیم مال سامسونگ، بیشترشون این شارژر 120 واتی ندارن. همین شارژر 120 واتیشون، این 120 واتی این واسه اونا یه مثلا یه رقیب محسوب میشه. و همینجور که میبینید تو پابجی جیروسکوپ فعاله، هیچ لگ و افت FPS نداریم. خیلی راحت و ایزی پابجی بالا میاد با گرافیک خیلی خوب و خیره کننده. میتونیم خیلی راحت بازی رو اجرا بکنیم با این گوشی. تقریبا هلوش 13 تا 14 میلیون تومان میتونید این گوشی رو تهیه کنین از بازارهای مختلف ایران. گوشی خیلی عالیه، من خودم دوستم داره. تست در مپ ایرانگل گوشی من دوستم همین گوشی رو داره. یعنی من خودم وقتی که باش بازی میکنم شارژم تموم شه دیگه رفته یه ساعت دیگه برم داخل بازی، ولی نه، این دوستم شارژش تموم میشه بعد 5 دقیقه بازم میاد داخل بازی. چرا؟ چون بعد 5 دقیقه شارژش میشه 50%. اینش خیلی خوبه. شارژر 120 واتی یه نعمت بزرگیه واسه این گوشی. حالا در ادامه قراره با FPS بالا و گرافیک بالا تست کنیم. اینجور که میبینی اصلا لگی نداشت، افت FPS اصلا نداشت، اصلا هیچ. آره بالا با بالا کنیم گرافیک و FPS در مپ ایرانگل. خیلی گرافیک خوب و روون با 40 FPS ثابت بین 35 تا 40، بعضی موقع تا 30. اصلا 10 تا FPS اصلا خیلی همچنان بزرگ نیست، اصلا لگ نیست، اصلا لگ نمیبینیم داخل این گوشی. دماش هم واقعا نسبت به قیمتش خیلی عالیه. تقریبا به 1 ساعت بازی 46 دقیقه میشه، 46 دقیقه بازی شده 35 درصد فکر کنم. حالا در ادامه دماش هم میگیریم. خیلی گوشی خنک نیست ولی داغ هم نیست، یعنی احساس نمیشه. همونجور که میبینی صفحه نمایش 35 درجه تا 37 درجه
پشت گوشی هم 36 درجه ثابت. خیلی عالی، واقعا خیلی عالی بود. خوشم اومد که این گوشی رو واسهتون معرفی کردم. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت بذارید. حتما دوستان حتما سابسکرایب بکنید و قبلش زنگوله بغلش هم بزنید. کامنت انگلیسی بذارین تا صاحباتون نریزید. دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.